کسانی که خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنان را به فراموشی خواهد گرفت. خدایا پناه از آن روزی که تو را فراموش کنیم و تو هم ما را به فراموشی بگیری. پروردگارا ما را هیچگاه و هیچ وقت تنها نگذار و نفسهای ما را به دست خود ما مگذار که از خطاکاران خواهیم شد. دوستانم، خداوند دعای غریب را میپذیرد. در حق دوستانی که بی گناه زندانی شدند دعای خیر را فراموش نکنید و در حق برادرانی که بیمار هستند و در حق ما نیز دعای خیر کنید. مواظب خودتان باشید، امانت‌هایتان را خیانت نکنید، پدر و مادر را نگران نکنید، صحت و سلامت برگردید. شما را به خدای خویش می سپارم. خداوند همه ما و شما را